اگه دنبال خرید لاستیک هستید این ویدیو رو تا آخر ببینید. اول از همه تاریخ لاستیک چک کنید که یه عدد 4 رقمی داخل یه بیسی. 2 رقم سمت راست میشه سال و 2 رقم سمت چپ هفته. مثلا این لاستیک 2025 هفته نهم. دومین نکته‌ای که باید موقع خرید لاستیک دقت کنید یه سری پارامترهای جهانیه که روی جدار این لاستیک هک شده. مثلا این لاستیک تد ویر نشانگر عمر لاستیکه و کنارش یه عدد داره که هرچی عددش بیشتر باشه عمر بیشتری داره. مثلا عدد 400 4 برابر بیشتر عمر داره نسبت به لاستیکی که عددش 100 باشه. ترکشن به معنی ترمزگیری روی سطح خیسه که با نمادهای AA، A، B و C که AA بالاترین و C پایین ترین سطح ترمزگیری روی جاده خیسه. آخرین گزینه تمپریچر که نشانگر مقاومت لاستیک در برابر گرما موقع حرکت با سرعت بالا که با نمادهای A عالی، B خوب و C حداقل قابل قبول هستش. اگر از این ویدیو خوشت اومد این پست رو سیو کن و واسه دوستاتم بفرست.